درودتان رینادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 144 مهندسی جهل رو با تورق یک کتاب چند صد ساله قدیمی دستنوشته خطی به زبان ترکی تخصصی علمی رو به خدمتتون ورق میزنیم و آشنا میشیم. بریم سراغ کتاب هایی که قبلا دانلود کردیم و ببینیم که برای امروزمون به شانسمون کدوم کتاب میاد که اونها رو بتونیم ورق بزنیم. در جلسه قبل بذار ببینم رسیدیم به فکر کنم شرح کنز رو خواندیم. رکاب همایون فکر کنم که نتونستیم این رو بخوانیم، دستی بود و بله این رو نتونستم بخونم. در نتیجه شرح کنز رو خوندیم و که کتاب بسیار جالبی بود، بسیار سخت بود. البته بیشتر هم مربوط به یک قانون بود، یک دعوای قانونی بود که در رابطه با موقفات بوده و برای حل این دعوا بیش از 10 نفر از متخصصان وقت، من دیروز وقتی این کتاب رو بذارید ببینم اگر هست دوباره اینو باز بکنم، دیروز بعد از اینکه این کتاب رو تموم کردم و رفتم که استراحت بکنم دیدم که چقدر در ما الان مثلا به تقلید از جهان غرب انگار که خودمون نداشتیم یا نبوده داریم هیئت منصفه سخن میگیم که هیئت منصفه یه عده انسان‌های غیر متخصص هستن که ممکنه داخلشان متخصص باشه، میرن در یک دادگاه حضور پیدا میکنن و نظر اینها نظر مشورتی به قاضی هستش. ولی در اینجا نگاه کنید، در این یه دعوایی که مربوط به ملک خیلی خیلی هم جدی نیست، یه ملکی به هر حال یه شخصی که فوت کرده و حالا یه ملکی مونده و این ملک هم وقفی هستش، حالا میخوان این رو سرنوشت رو مشخص بکنن. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 نفر. ببینید عدد چیزم آوردن که اگر مساوی نشه نظرها حتما یکی بیشتر از اون دیگری بشه و بتونه نظر بده و اینها رو اگر هم دقت بکنید، مثلا این کرام الفضیلتی، ببینید این حالا اینم فضیلته، نمیدونم منظورش چیه، این مدرسین، این موالی الکرام، این حالا موالی نمیدونم قضیهش چی هست، ولی یکی از بزرگان این چیزه، یکی فخر المدرسین الکرام. نگاه کنید مدرسین، این فخر مدرسین هست. اعلم العلماء العظام، اینم اعلم علماء. فخر القضات، اینم یکی از قضات هست. عمدة القضات، اینم یکی از عمده قضات هستش. مفخر القضات، این هم یک قاضی هستش. حالا این اسمش، این ظاهرا یه آدم ساده‌ای مثل من هست. عمدة المدرسین، این یه مدرسه. قدوة الباب القلم، اینم یه نویسنده هست. فخر الجیوش، این یه نظامیه. زخر الماجد و الاعیان، اینم یکی از اماجد و زخر الاماجد و الاعیان، یکی از بزرگان و ثروتمندان شهر، یعنی از هر طبقی. کاتب الحروف، اینم کاتب نویسنده هست و آخرش هم عمدة المدرسین، دوباره یه مدرس هستش. نگاه بکنید در اصل نگاه میکنیم یه هیئت قضایی، نه مصنفه، یه هیئت قضایی 13 نفره در 377 سال پیش یه ماجرای فقهی اجتماعی، حالا خانوادگی، اقتصادی، این رو داشتن بررسی میکردن. حالا چی شده که ما به این روز افتادیم؟ این دیگه باید دید که مهندسان جهل چی کار کردن. چرا ما گذشتمون یه سنن خیلی خوبی داشتیم در گذشته ترک ها که این رو از دست دادیم الان. چرا؟
من به نظرم مهندسان جهل خیلی تونستن موفق عمل بکنن. حالا این کتاب دیروز بود، این تنها چیزی بود که داشتم که فکر میکردم به خاطرم اومد که این رو در میان بذارم، ازش نگذاشته باشیم. حالا کتابی که برای امروز به شانس ما افتاد اسمش هست مفتاح السعادت، اخلاقیات احادیث. حالا این در 1021 یعنی حدود 425 سال پیش این کتاب نوشته. در 434 صفحه کتاب که احتمالاً در پی دی اف 217 صفحه باید باشه، حالا یکی دو صفحه کمتر و بیشتر. اسم این کتاب در جایی که نگه داره میشه احتمال میدن بیاد خالص افندی کتابخانه است، احتمالاً الخالص اینا باشه که حالا این هرچی بوده. اینجا پایین یه مهری هستش که این مهر تو جمهوریتی، من اینا حالا نمیتونم بخونم، این دو طرفه خونده میشه، حالا باید یه جوری اینو خوند. استانبول یونیورسیتسی کتابخانه‌سی. این در آخرین جایی که بوده کتابخانه دانشگاه استانبول هستش. مفتاح السعادت ترجمه است. اصل کتاب به عربیه، این ترجمه اون مفتاح السعادت هستش. در اینم 2706 احتمالاً شماره کتاب هستش در اون کتابخونه. واو چقدر آسیب دیده، خیلی آسیب دیده. این جلد کتاب بود که دیدیم، جلد کتاب رو باز کرده، صفحه اولش هم میبینیم. ما پشت جلد رو نمیبینیم، داخل جلد رو میبینیم. این داخل جلد سمت راست و اینجا سمت چپ ما صفحه اول رو میبینیم که چند تا مهر، دو تا مهر بود و دو سه تا کلمه هم اونجا نوشته شده دیدیم. بعد این صفحه رو که چرخونده، این صفحه‌ای که مهرها رو زده بود و چیز، این از پشت دیده میشه خالیه، ولی صفحه بعد فهرست کتاب. اینجا ما با فهرست کتاب روبرو هستیم که صفحات رو بر اساس اون چیزی که در اون صفحه ها اومده خیلی آسیب دیده. کتاب از نظر متاسفانه خیلی آسیب دیده، از نظر اینکه رنگش قاطی شده، آب رفته و اینها، و این جوهرها تقریبا از بین رفته. صفحه بعد این کتاب رو حالا من میچرخونم، این دیگه این صفحه بقیهش باید این رو چرخوندید که اینجوری که نمیشه، اینجوری هم نمیشه، اینجوری. اوکی. این صفحه حالا تا 200 چند صفحه رو من اینجا میبینم، بقیه‌شو دیگه نمیبینیم. ببینیم صفحه ها تا چنده. از اینجا به بعد هم این بسم الله نداره، بازم ظاهراً افتاده. اینجا هم میبینید یه بخشی از کتاب، نمیدونم عکس یه چیزی افتاده روی این، اینجا نیست، احتمالاً اینجا هم که نیست، بگیم مهره، ولی حالا این چی هست اینجا افتاده نمیدونم. ظاهراً من فکر کردم اولش اینجا بریده شده، ولی دیدم که نه، این طرف هم این همونه. سه طرف این کتاب را اگه دقت بکنیم، بالا سمت راست این صفحه، سمت چپ این صفحه و پایین هر دو صفحه رو میبینی که جای خالی زیادی برای حاشیه نویسی گذاشتن. میبینی که سطرها به هم خیلی نزدیک، کلمه ها هم تعدیل هم رفته، ولی کتاب با خط بسیار زیبایی نوشته شده. زیبایی چطور؟ یعنی من میتونم بخونم، باهاش ارتباط برقرار بکنم، درکش بکنم و از آن خودم بکنم، میتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم، خسته نشم احتمالاً از خوندنش. مثلا کتاب قبلی که نشون دادم، اینجا رو نگاه بکنید، این کتاب به هر حال، این کتاب نه، اون کتاب قبلی که نتونستیم بخونیم، این کتاب رکاب همایون، نگاه کنید این رکاب همایون رو اگر باهاش در نظر بگیرید، این رو
باید خیلی وقت گذاشت خوند، باهاش ارتباط برقرار نمیشه کرد، به خاطر این ممکنه که این زیبا باشه برای خیلی ها ولی برای من زیبا نیست، برای اینکه من وقتی این رو نمیتونم بخونم در خوندنش سختی میکشم و اگر علاقه من به خوندن نباشه، دوباره خوندن، چند بار خوندن نباشه، احتمالا کتاب رو تا میکنم میذارم کنار که خب من نمیخوام اینو بخونم. مثلا همین کارم کردم در اصل. خب ولی بریم حالا سراغ همین کتابی که الان هست. این کتاب بسیار زیبا نوشته شده. به نظر من میتونم 99% این کلمات رو به راحتی بخونم. از کلمات قرمز، رنگ قرمز برای نوشتن کلمات و جملات قرمز استفاده کرده. کلمات عربی رو صداگذاری کرده، کلمات ترکی رو متاسفانه صداگذاری نکرده. قبلا گفتیم که از نظر من بر اساس چیزی که من تعریف میکنم صداگذاری کردن حروف و کلمه به معنی استانداردایزیشن کردن اون، استاندارد میکنید اون رو، استاندارد کردنه. بعد اینجا به نظر میاد که با یه نظم یعنی شعر مواجهیم که با نقطه های قرمز مصرع ها رو و بیت ها رو از بیت بعدی، مصرع رو از مصرع بعدی چیز کرده. و همچنین میبینیم در اینجا در شعر البته بر روی بعضی از کلمات که عربی هستند رنگ قرمز یا رنگ سیاه با بالاشون خط کشیده که روی اونها بگه که چیز کردم. در صفحه بعد اون کدری و اون چرکو حالا این آلودگی صفحه در صفحه بعد خیلی کمتر میشه. این کتاب البته در شیرازه کتاب مشکل هنوز هست ولی خب بهتره. این کتاب بیشتر هم شعر داره، خیلی یعنی شعر نگاه کنید، این 2 صفحه تقریبا شعر هستن، این صفحه هم همینطور، صفحه 3 این شعرهای بلندی هستش از رنگ قرمز برای خط کشیدن، از نقطه و حالا شبیه نقطه استفاده کرده. دوباره کتاب رو تغییر میده. نگاه کنید این مربوط به کتاب نیست، این مربوط به پی دی افه که چجوری اینو خواستن چیزش بکنن، عکاسیش بکنن. اون در حالتی که اینو اسکن میکردن هی چرخوندن، در نتیجه کتاب تا الان ما اینو مجبور شدیم که 3 بار بچرخونیم. البته در اینجا مثلا من میبینم که خط یه مقدار عوض شد نسبت به سطرهای قبلی. مثلا اینجا نون رو با یه چیز دیگری نوشته، این کابرن چی رو یه شکل دیگری نوشته، یعنی یه مقدار به نظر من اومد که خط دوباره کتاب رو تغییر داد. دوباره مجبورم که این رو تغییرش بدم. دوباره اینجا شعر هستش، دوباره کتاب رو تغییر داد. نگاه کنید یه 2-3 صفحه‌ای یعنی 4 صفحه‌ای چیزی نیست. این اول کتاب حالا اینجا شروع میشه، اون چیزی که باید اول ما میدیدیم اینجا دیده میشه. نگاه کنید این جلد، داخل جلد این اسمشه، اسم کتاب هستش. حالا برمیگردیم از اینجا یا همینجا بخونیم من الاخلاق. احتمالا یه جای خالی اینو نوشتن، این اسم کتاب نیست. کیم سدن امید استمداد گلمز یادمه، ای هم فریاد رسم ربم یتیش امدادمه. سید عبدالقادر ویسی نامی این رو امضا کرد. این امضا رو آشنا هستم، من دیروز یا چند روز قبل با این امضا یک کتاب رو خوندیم. محمد غربی یه چنین چیزی، یا ارنی عربی، میتونه همه اینها یکی از اینها باشه. باروتچی زاده از سید ابراهیم ابن الفقیر اسکندری از سید عبدالقادر مولوی. این نگاه کنید، این کسی که کتاب رو داده بنوشتن یا خریده نمیدونم، باروتچی زاده اسمش از سید ابراهیم، فرزند سید حالا الفقیر اسکندری عبدالقادر. حالا این فرزند عبدالقادر مولوی هستش. حالا اینجا احتمالاً یه تاریخ زده 254، احتمالاً 1254 این رو خریده باشه. اینجا هم یه چیزی هستش که حالا خوندنش یه مقدار سخته. از صاحبت الفقیری لرحمت، حالا این نمیتونم بخونم. دوباره این کتاب رو باید بچرخونیم. در پی دی اف کردن این کتاب واقعا خیلی چیز بد عمل کردن. از اینجا ظاهرا کتاب
حالا اینجا مثلا اسم کتاب مثلا بود، حالا نمیدونم چطوری اینجوری شده و اینجا بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. عبادات معبود ها اون نیستش دیگه. بله این یه چیزی احتمالاً اون مقدمه هست، این اصل کتابه. نمیدونم دوباره ببینید هی صفحه ها عوض میشه. حالا من صفحه ها رو عوض نکنم ببینم این چی میشه. حالا احتمالاً باید خوندید که دوباره عوض شد. نگاه کنید دوباره عوض شد. خیلی هر یکی دو صفحه رو کتاب رو چرخونده. نگاه کنید دوباره یک دوباره یک هر یک صفحه در میان یا دو صفحه در میان این کتاب رو چرخونده. خیلی کار بدی انجام گرفته، ولی به هر حال کتاب رو نگه داشتن، این کار خوبی هستش. این کتاب 217 صفحه است. من خیلی دیگه روی این زوم نکنم، همینجوری هر از چندگاهی یک صفحه رو نشون بدیم که ببینید چه شکلی هست. خطش تقریبا ثابت هستش، خیلی تغییر جدی نکرده. اینجا مثل این که تغییر میکنه یه مقداری. حالا بذارید ببینیم یه صفحه بیاد که یه مقدار تغییر کرده، خط تغییر کرده. احتمالاً 2 نفر می نوشتن این کتاب رو، مثلا شیفتی می نوشتن. ولی خب کتاب بسیار، این صفحه ها خیلی تمیز مونده، بسیار میخواستم بگم بسیار تمیز مونده این صفحاتش. ولی خب 35. bab ketman beyanindedir. 38. باب. حالا کاش این بابهاش حداقل بدونیم که موضوعهاش چیه، اینو بتونیم بخونیم. خب من رسیدم آخر کتاب. آخر کتاب عکسی از جلد کتاب رو گذاشته. جلد کتاب چرمی بوده به رنگ زرشکی، قرمز، تخ قرمزه بوده، ولی روش یک پارچه سیاهی هم کشیدن. حالا احتمالاً یه چنین حالتی بوده. یه مقدار آسیب دیدگی رو در اینجاها میبینیم، خیلی آسیب دیده. و این کتاب مثل کیف بوده، یعنی یه چیز اضافه داشته که میومده کتاب رو یعنی خیلی کتاب مهمی بوده در زمان خودش. حالا ببینیم که آخر خط اینجا کتاب تموم میشه. این آخر یه چیزی نوشته که تلاش بکنیم اون رو هم بخونیم بهتر هست. حالا بریم صفحه اول و شروع بکنیم به خواندن این کتاب. حمد نامحدود و شکر نامعدود، الف حایز الخیر و الجود و صانع کارخانه. چند صد سال پیش، حالا ببینیم یه تاریخی پیدا بکنیم. کلمه کارخانه ما در ترکی کرخانه میگیم. وجود و آفریننده هر موجود اولان رب معبود حضرت نکی، کتاب تحمید و تمجید نه الحمدلله رب العالمین، معنای رعناسنی فاتحه و جریده فریده دلائل تقدیس و تقریر نه لمن الملک اليوم الله الواحد القهار. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهواسی صدق احتواسنی، احتوا در برگیرنده، احتواسنی خاتمه ایلمیشدر جل جلاله و اما نواله بیت. حالا یه شعری رو اینجا میاره با نقطه از هم جدا میکنه. احتمالاً بذار ببینید. چنین مشهود ارباب معانی است که او باقی و باقی جمله فانی است. حقا bir قادر علی الاطلاق و حکیم خلاق درچه، محض حکمت کامله و عنایت شامل اصیل جمال با کمال انساندن، پرده نواری و
خفایی رفع و خجل عدمدن منصه وجود و هستیه وضع دو اول مجموعه اهلیت و نسخه قابلیت سرلوح حسنی کلک بدایع نگار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم له نقش و تصویر و صورت دلپذیرینی قلم انبرین رقم فاحسن صورکم ایله نقش تزیین و تحریر دو عقل سلیم و طبع مستقیم برله تکریم و علم آدم اسماء فهوای صدق احتواسی انذره. حالا اینجا üzere پهواسی üzere دبستان ازلده تعلیم له آمی مخلوقاتیدن تفضیل و تقدیر buyurup و لقد کرمنا بنی آدم اختصاصیله جملدن سرفراز و مظهر استعداد اقسام فضائل و الاکتساب محاسن شمائل اتمکله قرین اختصاص و امتیاز ایلده. من اینجا که داشتم میخوندم داشتم میدیدم چقدر ظرایف ادبی به کار برده و خیلی زیبا این متن رو داره ادامه میده. واقعا خیلی عالی داره کار میکنه. یعنی ما اگر بخوایم یک متن ادبی بذاریم جلومون بگیم که آقا میخوایم این متن ادبی رو ببینیم یه متن ادبی رو چجوری میشه نوشت، به نظرم کتاب بسیار جالبیه که میشه ازش الگو برداری کرد، حداقل در نوشتن بخشی از اختصاصی جملدن سرفراز و مظهر استعداد اقسام فضائل و اکتساب محاسن شمائل اتمکل قرین اختصاص و امتیاز ایلدی و بو فرقه جلیلدن بیر طایفه علیینون وصف صفوت و استفا و سمت سمود استبائیله قدرلرین اعلا ادب انوار شعور و درایتلری ایله ظلمت غوایت و جهالتی ازاله و ماء الحیات علم و حکمتی میزاب زبان لرندن حدایق خواتر خلایقه ارسال اتمکله نهال بی مثال علم و عرفانی برومند و کشید بالا و اسرار خفیه طاعت و عبادتی ظاهر و هویدا ایلدی bir ملک سبوح درکه حالا اینو من نمیدونم این چجوری چه بخونم اینو bir ملک مفتوح سبتوح این چجوری خونم درکه توتی ناطقه جمیع موجودات و ان من شیء. حالا بیا و اینجا رو این قرمزه خیلی خوب خونده نمیشه. ان من شیء الا سبح عملا، احتمالا باید اینجوری خوند، نمیدونم، من اینجوری خوندم. فحق فحواسینجا کلمات صفات حمیده و سناسی ایله گویا و بلبلات جمله مبدعات و اعطا کل شیء خلقه ثم هدا مقتضاسینجا مظهر الدگلری فواید مواید آلاء بی انتهاسی شکریله نغمه سرادر بیت هزار تحفه حمد و سناز روی نیاز نثار بار که پادشاه بنده نواز رهی زهی فرازنده بارگاه گردون حکمت نمون و ترازنده نقش کارگاه سپهر بوقلمون که قوت و عظمت نسبت کوه قاف برگ کاهدن احگر و قدرت و جبروتینه göre تاق افلاک نه طباق زردن
نه طباق زردن اصغر در و مراتب حکمت نه خردمندان جهان واقف و آگاه علمز و علم ادنا و دانش جلیس نه سالکان مسالک علم و عرفان راه بولمز. حالا یه شعری را هم اینجا نوشته، بذارید این رو بخونیم. نظم: خالق ایوان زمین و زمان، پادشاه مملکت لامکان، صانع نه تاق سپهر بلند، این مزعانون ایرمز آنون ملک نه اصلا جزند، بولمزیدی اتمس احسان وجود، ملک جهان کم عدمدن وجود. ملک جهان، من اینجا حالا کتم میکنم، همان کتمان مثلا. ملک جهان کتم عدمدن وجود، شعله فروزنده شمع فلک، کام برارنده انس و ملک. بیلدی جهان گرچه الوهیتین، کیمسه ولی بیلم ماهیتین، ذات و صفاتی نه خیال ایرمدی، مهر وجودی نه زوال ایرمدی، هم ازلی هم ابدی در خدا، ذات وجودینی ادر اقتضا، بو گدر آنا آخر وهم ابتدا، قدرت نه گلمزانون انتها، لطف عطا ملک نه سلطان ادر، شاه سراپرده احسان ادر، عالم آنون لطف نه محتاج در، لطف جهان اهل نه منهاج در. غرقی دریای نوالون جهان، فضلینی جوینده گمو انس و جان. حالا دیگه این شعر هم ادامه داره و مطلب هم ادامه داره. من نمیخوام ادامه بدم، میخوام برم اون بسم الله بعدی که بود بریم اونجا رو، البته ببینم اینجا یه چیز جدیدی باشه برم سراغ اون، ببینم که این چه کسیه. و اوکی، احتمالا اینجا و شرایف روح و ریحان و لطایف رحمت و رضوان، اولاد و انساب مجد انتصاب و احباب و اصحاب سعادت اکتساب، حضرات نه اولسون که هر برینون مناقب و مفاخری و محامد و معاصری، یادگار روزگار و کتابه قصر سپهر زرنگار در، شرف شأن معالی نشانلری نه، بو وصف و عنوان کفایت ادر که اول سلطان هر دو جهان، سید عالمیان حبیب رحمان اصحابی، کن نجوم به ابهم. حالا اینجا احتمالا عربی هست ولی من نمیدونم. به ابهم احتدیتهم buyurmuşlardır. حالا این چی هست؟ شعر دیگه. حالا از اینجا دوباره شعر رو بگذاریم. من میخواستم ببینم که اینجا تلاش میکنه که آیا خودش رو معرفی بکنه یا نه. علی ارواحهم تحف الهدایا من الله الذی خلق البرایا. تموم شد این شعر. و علی الخصوص حضرت جابردن رضی الله تعالی عنه مروی اولان، ان الله اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین و المرسلین و اختار لی منهم اربعة ابوبکر و عمر عثمان و علی فجعلهم خیر اصحابی و فی کل اصحابی خیر. حدیث شریفی دلالتی üzere علو شأن و سمو مکانلری منصوص اولان خلفاء راشدین و جاریار گزین، جاریار گزیندن، پادشه ملک حسن شیم، مالک جنجینه فضل و کرم. احتمالا اونم حسن شیم، مالک جنجینه فضل و کرم. احمد مختار اولان یارغار، نجم هدا پیشرو چاریار. مقدم اصحاب صدیق تصدیق، سر دفتر ارباب تحقیق. امیر المؤمنین
ابوبکر صدیق و صدرنشین صفه عدالت بالاگزین، سریر خلافت پادشاه مملکت عدل و داد، حادم بنیان فساد و هدم کننده ویرانگر، حادم بنیان فساد و اناد، صف شکن معرکه گیرودار، حضرت فاروق شجاعت شعار. فاروق عمر، لقب عمر رضی الله عنه هستش. مفخر الاصحاب امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب و ثالث اصحاب جلالت، عنوان محرز شرق مساهرت، شرف مساهرت، فخر جهان، نظم جمع آیات کلام قدیم، مظهر الاخلاق حکیم حلیم، رافع رایات صفات اصفیا، شاه سراپرده حلم و حیا، انیس قرآن امیر المؤمنین عثمان ابن عفان و شمع جمع خدا، کوهر. این خیلی زیبا این خلفای چهارگانه رو داره. کان لا فتا مظهر سر حلعتا، محرم راز حبیب خدا، نظم عارف حق واقف سر رسول، نایل عز و شرف زوج بتول. ببخشید، یعنی احتمال میدم که اینجا بتول به معنی دختران حضرت محمد هستش که میگه زوج، یعنی شوهر دو دختر حضرت محمد. احتمالا این باشه، نمیدونم. فاتح خیبر شه دلدار سوار، حیدر کرار صاحب ذوالفقار، صاحب المعاصر و المناقب، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، جناب عالی لرنون، مشاهد پر انوار لرنه، 100,000 درر تحیات طیبات و غرر تسلیمات زکیات، ایثار نثار اولونور. سبب تألیف، بالاخره رسید به اونجایی که میخواستیم. سبب تألیف کتاب بلاغت نصاب، ضمیر منیر ارباب عرفان و یقینه ظاهر و مسببین دور. حالا اینجا میگه برای اینها داره می نویسه که حضرت رب العالمین عزت کلمته و جلت سلطنته سلطان المرسلین و متمم اخلاق محسنین، محمد امین صلوات الله و سلامه علیه و علی آله و صحابه اجمعین، جناب شریفنون رایت سعادت آیت رفعت لرین و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایل ترفی و منشور دولت و عزت لرین، تغرای غرای و اینک لعلا خلق عظیمی لتزیین و توقیعت مشتر، زیرا که حسن خلق انوار حکمت الهیدن بر نور رخشان و اسرار معارف نامتناهیدن بر سر نهان دور که اول نور شریفی لدیده بصیرت منور و اول سر لطیفی ل معرفت حسن صفات میسر اولور و بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. حدیث شریفی مضمونندن مفهومالان جمله فواید بعثت سرور عالم صلی الله علیه و سلم دن بری تتمیم اخلاق حسنه و تکمیل اوصاف مستحسنه، المغل زبان معجز بیان رسول صادق، تحلقو به اخلاق الله ایله ناطق المشتر، که امت عالی همت و بالا منزلت لری دخی و امریل عامل اولو مراتب سعادت نائل و مراقی عزت و اصل واصل اولالار و خلق حسن بر راه روشن و طریق ایمن و امتن، احتمالا و امتن من اینو میخونم دور که ایمن و احتمالا باشه آمین باید باشه، نقطه بالاست. من اینجوری ایمن و آمین میخونم ولی اینجا نوشته ایمن و آمتن یا وامتن، میتونیم وامتن بخونیم. ایمن و وامتن دور که وامتن بهتره به نظر، حالا میاد که بهتر دیده میشه.
اول منهاج انتهاج المنج سرمنزل شرف و سردر سروریه وصول و اول طریق سعادت رفیقه توفیق حقله سلوک اطمینجه حیوانیتن گرتالوب دارالملک انسانیت دخول میسر الماز نظم هر که در او سیرت نیکو بود آدمی از آدمیان او بود نیک مرده و نه نکور و ویست. حالا این چی نمیدونم، خوی نگو مایه نیکوییست. نیکی مردم نه نیکوروییست، خوی نکومایه نیکوییست. و اخلاق ستوده و سنجیده و اوصاف جمیله و حمیده عامه انامدن مقبول و پسندیده دور. خیلی حالا داره ادامه میده. میخواست این کتاب رو بگه که چی شد نوشتم یادش رفت، افتاد تو این قضیه. من حالا میخوام این ببینم که این کتاب رو چرا مینویسه. مجبورم که بخونم برای اینکه ممکنه این وسط یه جایی باشه. حالا اینجا یه بیتی گفته، از این بگذاریم. با فقیری خوش بود با پادشاهی خوشتر است. این چی الحمدلله علی وفور الاعسد و ترادف نعمائه، لطف ربانی و من سمدانی ایله، حالا مسند نشین ارنک عثمانی و وارث ملک سلیمانی و حالس چاربالش خاقانی، فهرست قانون کامرانی، محمد ممهد اساس سلطنت و جهانبانی، مایه حصول مقاصد و امانی و سایه حضرت سبحانی، سرو چمن سروری، گلبن باغ مهتری، گل گلزار معدلت، میوه روحه مکرمت، نور حدقه فتوت، نور حدیقه مروت، در دریای اصالت، دری سپهر جلالت، فرازنده اعلام دین و دولت، فروزنده شمع جمع ملک و ملت، بدرالعالی قدر فلک عزت، خورشید رخشان آسمان سعادت، دارای داراب غلام و داور بهرام انتقام، خسرو و فریدون و فرشاه مظفر، اسکندر در سلطان البرین و خاقان البحرین، کهف المظلومین، معین الدنیا و الدین، حافظ بیضة الاسلام، حاوی بلاد المسلمین. حالا میخواد اسم نویسنده رو بالاخره بگه انشاءالله الرحمن. به سیف سمسام ماهی زلال و شرک، به نوار حامه ان صفحات الایام، حادم اوساط عبده الاسنام، عبدة الاسنام. حالا اینجا کاسروس، احتمالا اینجا دیگه نمیدونم، احتمالا عربی اینا قاطی شد یهو. حادم حالا اینجا به صحفات نوار حامه حام عن صفحات الایام، حادم اوساط عبدة السنام، کعصر رؤوس الاکاسرت، بالغلبت الظاهرت قاسم ظهور القیاسره، بالقوة القاهره قاطع ارقاب الفئة الخاسره، مرغم انوف الكفرة الطاغیه، معفر جباه الفرائنه، الباغیة ممهد قواعد السلطنة الباهره،
مشید المعاقد الخلافت الظاهره باسط الاجنحة الآن والامان الجنحة الآن والامان رافع الویة البر والاحسان رافع الویة البرة والاحسان صاحب المناقب والمخافر حالا فارسی اینجا ترکی نوشته بود، حالا عربی شد دوباره در انگار تکرار. و وارث المجد کعبا ابراغ الکابر ذوالحب الظاهر و النسب الطاهر ناصب الرایات الجلالة فی الآفاق صاحب سریر الخلاقة بالاستحقاق صاحب ازدیاد مراسم اشفاق مراسم الاشفاق و الاخلاق از سلطان الاعظم بالاخره رسید. الامجد و الخاقان الافخم خاقان الافخم الاسد از سلطان ابن سلطان الممجد السلطان احمد. احتمالا ممجد السلطان احمد، سلطان احمده بالاخره. نصره الملک الصمد به عز معبد و الملک معید. حالا بذارید ببینید چی میشه. بالاخره اینجا اسمشو آورد بالاخره سلطان ممجد. من نمیدونم سلطان ممجد داریم در میان عثمانی ها، اینو باید گوگل کرد. احتمالا این عثمانی نمیدونم، حالا این کتاب احتمالا عثمانی باشه یا نه. نصره الملک الصمد به عز معبد و الملک المعید ما تجده الامسی و الغدی حضرتلری مکارم اخلاق و مراسم و اسفاق ایله شهری آفاق اولدوگلری خورشید عالمتاب اشراق و عدل و انصاف و زهد و عفاف ایله انصافلری نه عامه انام و کافی خواص و عوام اطباق اتمشلردür و ملابس خصال جلیله و اخلاق جمیله لری اخلاقیدن مسون و بدر قدر و کمال لری نقصان و محاقدن معمون در. اول پادشاه دل آگاه حضرتلرinin şab نشا فی طاعت الله فهواسی üzere انفوان شبابیدن اقصای امالری تحصیل رضای ملک و وهاب و سلوک مسلک رشاد و ثواب علوب ظاهرلری لباس سعادت التباس شوکت سلطنتی لمحلی و آینه عالم نمای خاطر آترلری انوار علم و عرفان ایل مجلا علوب جمال با کمال لرندن انوار صلاح و فلاح لایح. حالا دیگه بریم ببینیم چی میشه. بالاخره یه جای دیگری یه چیزی باید در مورد همینجوری داره هموز داره برای شاه داره هی چیز میگه و اسگر زفر رهبرلری هر سفرده مظفر و منصور علوب احراز ممالک شرق و غرب لازمه نام خجسته انجاملری و شاهان عرب و عجم اول داور دورون و شاه جمع حشمون برر کمتر غلاملری olmuştur. حقا که اول پادشاه عالی جاه حضرتلرinin دائما دلخواهلری اعلای کلمت الله و رسم لوحه رایت دولت آیتلری و من نصر الا من عنده الله و سایه عزت. حالا دیگه بقیه‌ش هم شعر و خب بذارید اینو چند بار بچرخونیم تا دوباره بیاد به اینجا ببینیم به چی میشه. آیا اینجا بالاخره در دوره پادشاهی ایشون نوشته. حالا دیگه خیلی طول داد، من هم
اومدم بریم سر کتاب. این کتاب از اینجا شروع میشه، احتمالاً اصل کتاب که عربی هست از اینجا شروع میشه و من از اینجا حالا اینو تلاش میکنم اینو بخونم. ببینیم اینجا چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر لا تعسر رب تمم بالخیر. خیلی دعای خوبی میکنه. رب یسر، خدایا راحتش بکن، لا تعسر سختش نکن، رب تمم بالخیر و فرصت بده که این کتاب رو با خیر تمام بکنیم. اول که باب عبادات بیاننده دور. حالا چطوری رفت به باب اول؟ باید اول بابها رو بیگفت، هیچ چیزی در مورد بابها نگفت، همینجوری رفت داخل باب. چطور شد؟ یعنی یه جایی این یه چیزایی گفته ما ردش کردیم؟ نه، همین بسم الله گفت دیگه. عبادت معبود بالحق خالق الحلق خالق الخلق اولان مالک مطلق جل شعنه و عز سلطانه او کسر احسانه او کسر احسانه حضرت لرون الوهیت و فردانیت و ربوبیت و وحدانیت لسان و جنان ایله تصدیق و اقرار و قلب و قال ایله، قلب و قال، قلب ürək، قال سخن söz، قلب و قال ایله موقف عجز و قصور، قیام و قراردن سنره موجب اسلامیت اولان فرایض و واجباتی ادا و سنن و مستحباتی کما ینبغی معدی قلوب قبایح و منکرات و منهیات و محرمات دن تهاشی و انتها دارنده. حالا اینجا این کلمه رو نمیدونم، یه مقدار یه چیزی دارنده احتمالاً اوامر الهی و سنت حضرت رسالت پناهیه انقیاد و اتباع و مناهی و ملاهی و دن اجتناب و امتناع ایله جناب حضرت عزت حضرت نه طاعت و عبادت دنیا ده رابطه سلامت و عقباده درجه نجات و کرامت در بیت. سرمایه سعادت نیا عبادت است. سرمایه سعادت احتمالا دنیا باشه، من نیا اینجا نیا میبینم، نیا عبادت است. پیرایه کرامت عقبا عبادت است. ترجمه: اخلاص لعبادت در اهل معرفت سرمایه سعادت دنیا و آخرت. پس اول کریم خلاق و رحیم رزاق که بی سابقه استحقاق عموما هر موجودون قامت یا استقامتنی خلعت بهبود وجودی ایله مزین و معلا و صور وحیاتن و صور و هیئات بدیعه ایله شواکل حیاکل ممکناتی محلا ادب خصوصا مظهر لطف و احسانی اولان. اینجا یک کلمه نوشته که نمیتونم بخونم. زمره انسانی لطف احسانی اولان زمره انسانی احسن تقدیم زر خلق له تکریم و سایه مخلوقات دن و سایر مخلوقات دن تفصیل و تقدیم بیروب انواع الطاف جلیله و خفیه و اصناف احسانات محیه و علیه ایله ملک شهودلرین معمور و سرای باطنلرین انوار کرامتی لپر نور قلمش اولا عامه عبادت دخی واجب درکی اداء حق عبودیت دائم و در کار خدمت درگاه خدمت جناب عزت و بارگاه شکر همت قائم علوب اعظم هادیان خیر سبل
اشرف فخر انبیا و سبل اولان بلبل گلزار و ما ینطق عن الهوا و طوطی گویای از این هوا الا وحی یوها. اما الهدا شفیع الورا حبیب خدا محمد مصطفی علیه السلام علیه من الصلات از گاهن و من التحیات انماهن حضرت لرنون احکام ظاهر الابرام ربانیدن و حدود شرایع سبحانیدن تبلیغ بوردگلری امور حسن اعتماد و اعتقاد و کمال ابتعاء و انقیاد بابنده سعی بلیغ و جهد بیدریغ ادلر. خب دیگه این قسمت رو حالا باب اول رو شروع کرد و ما نمیدونیم، اینجا دیگه صفحه عوض شد. من حالا تلاش میکنم از هر بابی یه چند سطر بخونم دیگه، خیلی خودم رو درگیر کتاب خیلی ساده است. همونطور که دیدید مثلا من تا الان حداقل 6-7 صفحه خوندم، احتمالاً 4 یا 5 کلمه رو نتونستم خوب بخونم. این نشون میده که من هم در این مدت، در این 144 جلسه ای که تلاش کردم، حدوداً فرض بکنیم هر جلسه ای به طور متوسط 1.5 ساعت بوده، حدوداً 200 ساعت بذاریم، 200 ساعت وقت صرف کردم. حالا من به نظرم میاد که میتونم کتاب‌های ترکی قدیمی خطی دست نوشته تخصصی، به هر حال تخصصیه، یعنی ممکنه ما بگیم آقا من ملا رو تخصصش قبول ندارم، ولی خب یه تخصصه. برای اینکه شما بتونید اون حرفا رو بزنید باید برید چند سال درس بخونید، کتاب بخونید، شاگردی بکنید تا برسید به اون مرحله که بتونید اون کتاب رو بخونید. اون یه تخصصه، چه ما قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. وقتی ما چیزی رو نمیتونیم بخونیم یعنی حالا این یه تخصص، این کتابای تخصصی رو دارم شروع کردم، دارم میخونم. حالا بعضی کلمه ها رو معنیشو نمیدونم، بعضی هاشو میدونم، ولی خب به هر حال داریم پیش میریم. این چیز خوبیه که با 200 ساعت وقت صرف حدوداً چقدر میشه؟ اگه دانشگاهی حساب بکنیم مثلا حدود 8 واحد درسی. من با پاس کردن 8 واحد درسی که استادم نداشتم خودم شروع کردم، میتونم بگم که الان میتونم اکثر کتاب‌های ترکی رو که به خط دیوانی نوشته شده باشه رو بخونم. این خیلی خوبه. ikinci باب اخلاص بیانونdedir. اخلاص اعمالون ریا و اغراض و سایر علل و امراض نفسانیه و وساوس şeytaniyedən سلامتی و نهال نیت و عزیمتün حق üçün راست olup استقامتیdir. سگامتن استقامتیdir. استقامت نیستش. سگامتن استقامتیdir. این سگامت چی هست؟ استقامت از همون جزء از کلمه سوق باید باشه، یا بله سوق باید باشه. استقامت هم از اون اومده. بیت هر که با خلاص قدم میزند احتمالا باید باشه. هر که با خلاص قدم میزند عیسی وقت است که دم میزند. ترجمه، حالا شعر رو به فارسی نوشته، ترکیش هم ترجمه کرده بش، یعنی شعر رو به ترکی. ایرگورن بالای چرخ صدف و اخلاص قدم، ایرگورن بالای چرخ صدق و اخلاص قدم، ارسه احیادن مسیحاوش روا هر لحظه دم. پس هر کار که چیشی اختیار ادر، لازم و لازم و منتهم و واجب بودر که آنده نیتی و توجه و همتی انجق رضای حق و مقتضای نفس اصلا مدخل ورمیه تا که اول عمله اصلا خلال ارمیه. زیرا غرض نفسانی و مرض شیطانی عمل حقانی تباه و اصحابون روی سفیدلرین سواد گناهی سیاه در. خیلی زیبا می نویسه، خیلی زیبا می نویسه. نظم کار خیرون اولی اخلاص در.
sanma bi ihlas olanlar hasıdır. Xeyli in sanma sanma. Kar xeyrün evveli ihlasıdır. Sanma bi ihlas olanlar hasıdır. Rivayet olunur ki müstehaklüm ve ta'zir olan bir şahs hagir padişahlardan birinin mevqif siyaset ve پیشگاه مجلس ریاستine قید ile ihzar olundu ve asay تعدیب ile ضرب ve تعدیب olunurken ol halette زبان وقاحت ile دهان پرقباحتini açtı ve padişah tarafına ناسزا kelimatla غمام بدفرجام فمیندن قطرات دشنام saçtı. Haman padişah emretti ki ol bed nehadi zerbiden feraغ ile azad ve qeyd و bendiden itlaq ile dilşad edeler. Bargah خلافتün bir bende خاصی و مقرب با اختصاصی سؤال edip ol بی شرم و حیانın ضرب و تعدیبی و حجت تعذیبی زیاده olacak mahallede عفو و آزاد etmenin hikmeti ne ola diye dedikdə xəlifə buyurdu ki ben anı rızayı hak için ضرب و تعذیر و ihanet ve tahqir ederdim. Bana seza kelimat etmekle nefsim müteallim ve mütegayyir ve ayine tab'im mütekaddir olup مقام intiqama müteveccih olmağın razı olmadım ki rızayı hak için olan karda garaz nefsi daxil ve vücud verem. Zira bu suret پیشینه اخلاص و اندیشه اختصاصیدن دور و صاحب عمل ارز آمیز فضیلت ثوابیدن محروم و محجور olur. شعر حالا دیگه از اینجا هم بگذاریم. خیلی زیبا نوشته. واقعا بگم که دوستان وقتی من دارم این کتاب رو میخونم دلم نمیخواد از یه فصلی برم به فصل دیگر. حالا این چجوری ما از به فصل 4 رسیدیم واقعا نمیدونم چون تلاش میکردم ببینم. حالا فصل 4 4. باب şükr beyanındadır. Mutlaka şükr mün'imin ihsanı ve en'ami için sifas ve minnettir. Ve ekber ni'am ve azam kerem nimet سلطنت و موهبت دولت. واو این رو ببینید چند صد سال پیش این رو درک کرده. من برم ببینم این کتاب چه سالی نوشته شده چون این جمله رو برمیگردم اون خیلی مهم بود برای من. بذارید این رو یه بار دیگه بچرخونیم ببینیم که به کجا میرسیم. خب اینجا صفحه آخره. بذارید ببینیم این صفحه آخر رو بخونیم. هر که ممایی ادب verilə izzət vasil olsa etmə əcəb. Ədəb əhli həsəbdən hübbüdən ürməzdim. Oldu da hac bikim həsəbdən ədəb. این حساب همون حساب. هر که ممایی ادب verilə izzət vasil olsa etme acem. Edeb ehli hesapten ürmezdem yani ru nemikeşe ürmezdem oldu da had bikem hesapten edeb tevfik ilahi ve meyamene himmet padişahi ile bu kitap بلاغت نصاب تمام olacak muktezای ادب budur ki bundan ziyade besat inbisate ve اقدام olunmayıp اقدام olunmayıp duای بقای دولت پادشاه اسلامی ile ختم کلام oluna شید الله قواعد سلطنته و آلده معاقد بسته و ستوته و ذم حالا اینجا من و ادام ملکه و سلطانه
و اعد انصاره و اعوانه و افاد مکارم اخلاقه علی العباد و امضا اوامره و نواهیه فی جمیع البلاد و مکن گواس و مکن گواذب قهره من رقاب الحساد و الاضداد و احکم بنیان عزه احکام السبع الشداد و انعم علیه من النعم متجاوز عن حبته التعداد و خریطة الاعداد به حرمت من نطق بالزاد و وقع الاتمام به من العزیز العلام به ترجمت اضعف الانام. نویسنده چی هست؟ اونجا اولش گفت فکر کنم عبدالعزیز ابن مولا المرحوم شیخ الاسلام سعدالدین حشرهما ربهما مع المتقین فی دار السلام و اکرمهما بالتافت العظام و مواهبه الجسام فی غرة شهر الله الحرام رجب الفرد من شهور سنة 21 و الف. خب سال 1021 سنة 21 و الف، سال 1021 من هجرت فخر الانبیاء الکرام سیدنا و سیدنا محمد علیهم ازکا تحیت و السلام. کتاب رو نویسنده اسمش چی شد؟ عبدالعزیز ابن مولا که المرحوم شیخ عبدالعزیز اسم نویسنده است. پسر المولا المرحوم شیخ الاسلام سعدالدین، این هم پدرشی که خودشو با اون معرفی میکنه. حشرهما که اینم دیگه بقیهش. حالا کتاب رو در فی غرة شهر الحرام رجب، در ماه رجب الفرد من شهور، حالا منحصر به فرد ظاهرا، نمیدونم رجب به خاطر چی منحصر فرد هستش، من شهور سنه 1021. بالا هم نوشتن، درست نوشتن 1021. این کتاب در 425 سال پیش نوشته شده. در اون تاریخ ببینید در فصل 4، البته اینجا هم که خوندم اینجا هم حرفای جالبی زده بود که فکر میکنم که دیگه حالا فرصتش نیست اون رو نقد بکنیم، ولی اگر برگردیم بریم بتونیم به صفحه ایچنجی باب. خب این ایچنجی بذارید یه ذره کوچیکش بکنیم که صفحه ها رو ببینیم. بعد باب 3 کجا رفت که ندیدیم مثلا؟ این باب 4 باب اینو داشتیم میخوندیم. خب باب 4 حرف جالبی که زد برای من، حالا کجا بود اون چیزی که ما خوندیم؟ خب مطلقا شکر منعمون احسان و انعامی چون سپاس و منت در و اکبر نعم، مهمترین نعمت چی هست دوستان؟ 425 سال پیش نوشته، نگاه کنید. و اکبر نعم و اعظم و کرم، مهمترین نعمتی که انسان شامل حالش میشه و مهمترین کرمی که انسان بهش میکنه نعمت سلطنت و موهبت دولت. یعنی داشتن دولت، مهمترین حق انسان داشتن دولت. یعنی اگر انسانی همه نعمات دنیا رو داشته باشه اما دولت نداشته باشه، میشه امروز فلسطین، میشه امروز آذربایجان جنوبی، میشه امروز عربهای الاهواز، میشه امروز
قشقایی ها، مثل بلوچ ها، مثل دیگران ترکمن ها، اینها میشه. اگر بهترین مملکت دنیا باشه ایران، ولی ترک ها و عرب ها و بلوچ ها و بقیه‌ای که اونجا حقوقی ندارن بهترین زندگی رو داشته باشن اما دولت نداشته باشن، مهمترین حقشون رو از دست دادن. مهمترین حق انسان زنده بودن نیست، خونه نیست، غذا نیست، داشتن لباس نیست. مهمترین حق انسان داشتن دولته که اون حقها رو برای شما از تجاوز جلوگیری بکنه. اگر شما دولت نداشته باشید، دولتی که شما رو اشغال کرده میاد این تمامی این هرچی هست رو دلش میخواد امروز مصادره میکنه، فردا اعدام میکنه، قانونش عوض میده، این حقو میده، اون حقو میگیره، اصلا حقوقی به شما نمیده، سرزمینی ندارید، خونه ای ندارید، یعنی همه چی رو میتونه ازتون بگیره. دریاچه ارومیه رو خشک میکنه، هورالعظیم و هورالبیضا و فلان رو خشک میکنه. حالا شما بیاید بگی که من حق دارم در این مملکت. چه حقی داری؟ سرزمین خوش کرده میگه برو، حتی پول بهت نمیده که آقا این خونت رو مثلا الان 1 میلیارده 10 میلیارده بیا از من بگیر، حالا میخوای کوچ کنی برو. باغ‌های اطراف ارومیه، شما که زمیناتون داره خشک میشه، دارید سرطان میگیرید، دارید بیمار میشید، دارو درمان ندارید، بیاید مثلا من هر کدوم شما 10 میلیارد تومان خسارت میدم. نمیده. خب داره دریاچه هم تمام موادشو میبره یا معادنتون رو میبره دیگه. یک رئیس اتاق بازرگانی آذربایجان شرقی گفتش که آقا ثروت مال مرکزه، یعنی یزد و کرمان و اصفهان و سمنان و ایناست و ما اینجا فقط سیانورشو داریم و بیماریهاشو داریم و سرطانشو داریم و اینا. برای همین 425 سال پیش چی گفته؟ اکبر نعم و اعظم کرم نعمت سلطنت و موهبت دولت با میمنت دور. اینجا برای دولت یه قید آورده، قید دولتی که میمنت داشته باشه. یعنی کلمه میمنت از مثل کلمه میمونه. میمون یعنی خوشی ایجاد بکنه، شادی ایجاد بکنه. دولتی که یأس و ظلم و کشتار و اینجور چیزا ایجاد بکنه دولت میمنت نیست. پس سلطان عالی شأن سعادت نشانه لازم دور که بو نعمت علیه و عطیه سنیه ای چون شکرگزاری و سپاسداری ده اقدامیله قیام و ادای خدمت ملک علامده اهتمام تام اده و ادای شکر نته و وجه اولور و ادای شکر نته وجه اولور قلب و زبانون و سایر اعضا و جوارح انسانون وجه مخصوص üzere birer şükür mensusi vardır. Kalb ile olan şükür oldur ki mün'im hakikiye arif ve vakıf olup her nimet ve ihsani feyz bi gayet rahman'den vasıl ve lütfi bi nihayet subhaneden hasıl bile şükür zaban oldur ki hamvare Hazret Hakkî ve Cenab-ı Melik Mutlaki yad ve takdis ve توحید و تحلیل و تمجید ایلیه خانه قلب ویرانه آباد دب هر بار کلمه الحمدلله بیشمار و کلمه شکر الهی دهاننده تکرار ایلیه و توحید حقی شوق و صفا ایله تلفظ شکر نعمت وفا و زمره اصفیاء شاکرینه اقتضادر شکر اعضا و جواره oldur ki Cenab-ı Hak ve Feyyaz mutlak ata ve ihsan eyledi ki her üzvün kuvvetini mün'im taatine masruf ve zemam himmet ve hidmetini muhsin ibadetine
معطوف قلوب اعضا و جوارحیندن هر عضو مخصوص اولان طاعتی خلوص لعدا و خصال حمیده ایله خمیده اولیا و اصفیاء متابعت و اقتداء ده. مثلا طاعت چشم اول چی مخلوقات نظر عبرت و دیده خبرت ایله علما و صلحایه و مسابیه و اولیایه مشایخ احتمالا بدون و مشایخ و اولیای نظر حرمت و ضعفا و زیر دستانه چشم شفقت ایله نگاه و سایه حمایه و سایه حمایه سنی فقرای عجیز اجریه پناه اده. نظم حالا دیگه ادامه داره دیگه، بذاریم از این چیز. کتاب خیلی زیباست. من میخواستم از هر صفحه بخونم، اگه از هر باب یه مقدار بخونم الان 1 ساعت 10 دقیقه است، فکر میکنم که چند ساعت طول میکشه. حالا با این حال تلاش بکنم که از هر باب چند ساعت بیش از مثلا 10 سطر نخونم. بشینجی باب دوباره ببینیم که اینجا صبر حق سبحانه و تعالی طرفنده. بشینجی باب صبر بیانونده داره. صبر چی است؟ این خیلی مهمه. من برای خود من خیلی مهمه ببینم که 425 سال پیش نویسنده و اون مقطع شاه و بقیه در اون جامعه صبر رو چجوری درک میکردن. صبر حق سبحانه و تعالی طرفنده عبادت اصابت ادن مکاره و بلایه و مهنت و ابتلای تحمل و مقام توکل ده دامن تسلیم و رضایه و حبل متین قدر و قضایه تشبست و توسل در. تشبت و توسل در. صبر bir قسمی دخیل صبر عن المعاصی و الآثام در. یعنی حالا نگاه کنید چی میگه. اگر بلایای طبیعی رخ بده، به اون بلایای طبیعی با توکل به خدا صبر بکنه، تسلیم بشه به رضای خدا، بگه خب دیگه حالا این زلزله اومده اینجوری طبیعی، ولی خونه رو اگه درست نساختی مرده، یه کسی زخمی شده، این دیگه بلای طبیعی نیست. بلای طبیعی اینه که مثلا ما رفتیم بیرون، تو جنگلیم، تو دشتیم، تو دریاییم، یهو طوفان میاد، یهو باران میاد، یهو زلزله میشه. چاره ای جز این که اونجا حالا زیر باران بمونیم و این طوفان رد بشه و اون زلزله بیاد کاری نداریم، چون که رفتیم بیرون دیگه. اینجا مجال این که بتونیم یه کار جدی بکنیم رو نداشتیم. ولی یه وقت هستش داریم توی یه شهری یه جایی زندگی میکنیم، اونجا دیگه باید این خونه‌ای که میسازیم ببینیم که آقا ممکنه زلزله بیاد، ممکنه طوفان بیاد، ممکنه باد بیاد، ممکنه دیگه این خونه رو باید یه جوری بسازی که دیگه بتونه دوام بیاره. اینجا دیگه اون چیز نیست. ولی خب حالا میگه صبر bir قسمی دخیل صبر عن المعاصی و آثام. معاصی و آثام هر دوتا به معنی گناهه. در یعنی نفس اماره و شیطان مکاره معاصی و آثام طرفینه دعوت ادجک قوت زهد و تقوای حسبی ایله متابعت اتمیب مسابلت و مسابرت و ممانعت اده علا ایل حال صبر مرضی و مقبول صبر مرزا و مقبول بر صفت و مستجلب و مستحب احتمال مستجلب در. مستجلب بله مستجلب در. مستجلب عزت بر خصلت در. مستجلب عزت بر خصلت در که آنون شعنی و منقبتنده نازل اولان این الله مع الصابرین
کلام حکمت انجامی üzere dünyada davet ilahi ve son نامتناهی گرین حال صابرین در و اینما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. مضمون صحت نسابی üzere اقباده بی ارتاب ثواب بی حساب ملک وهاب مقرردر. حالا دیگه اینجا میاد دیگه خیلی سخن پردازی میکنه. من هم که دیگه فرصت خوندن اینو با 6. bab rıza babındadır. Rızanın manası Cenab-ı Melik Ma'bud ve Rabbi Vedud'den ibadete her ne kim teveccüh dur vardı ederse, vurud ederse ana can dilden hoşnud olup kemal قدردن atilen تیر گزا ردینه و خدنگ مهنت و اندوه سرینه حسن قبول و رضادن özge سپر میسر olmadığı mügerrer bilmek gerektir. Kadriden yadam kaderden hazar müyesser midir? Kaderden hazar müyesser midir ve tir cezayı seperi tedbir ile rد eylemek mütesavvir midir? حالا دیگه بریم صفحه بعد ببینیم که 7. باب. اینم باب 7. اگه بشه اینجا رو باید 3-4 بار بچرخونیم تا بیاد اینجا. 7. باب. اینجا هم 4 ساعت 5 ساعت میخونیم. توکل بیانındadır. Tevekkül manası insan esbabinden bil kulliye qat umid ve raca'i musabbibil esbab dergahine teveccüh ve iltica ile kifayet umurini perverdigariden talep etmektir ve her kimse ki cümle ahvalini Hakkı Teala Hazretine tefviz ve havale ede ve zuhur eden umure kerem ilahi etimad ve lütf ezeliye istinad ede جمیع کارباری وفق مراد üzere جاری olur. اینجا نوشته اولان و دوباره این لان رو خط زده اولور نوشته، یعنی لور رو با فاصله اینجا میبینیم. خب اینم از این صفحه بریم ببینیم که دیگه اینجا 8. 8. باب. از اینجا هم 3-4 سطر بیشتر نمیخونیم. حیا babındadır. حیا چی هست؟ حیا bir şeref, xislet ve makbul ve latif sirettir ki şa'ni meali nişanende درخت ایمان olan سید عالمیان و سند آدمیان حضرت رسالت پناه علیه الصلوات الرحمن الحیاء شعبة من الایمان buyurmuşlar. Yani حیا شجره ایمانیده bir şaxdır. شجره، این باید شجره باشه. حالا من اینجوری حیا شجره ایمانیده bir şaxıdır ve haya nizam alem ve intizam ahval bani Adem şeraitinde olması müsellemdir. Eğer sıfat haya iza'a ve ilga olunub beynun nas şerm ve hicab merfu ve oza'i şeni'eden haya sebebiyle tehami ve ictinab مدفوع احتمالا ممدفوع olsa منازل جهان خلل پذیر منازم احتمالا نظم هستش. منازم جهان خلل پذیر علوب صغیر و کبیر میاننده فساد کثیر ظهور دردی. خب دیگه بقیهش هم بمونه برای کسایی که بتونن فرصت بکنن و کتاب رو بخوانند. خب من با اجازه دیگه برم صفحه رو 50-50 بخونم که بتونیم بریم جلوتر.
صفحه بریم 50 کتاب رو بخونیم. حالا رفتیم 60، بریم 50. etmiştir. Şimdi ol biçare ve dermanda dersen dahi kemal kuvvet ve kudret haligiyetin ile cümle günahini affedip derdine derman ve gebrini ruzi rizvan eyle dedi. Melik Şahi عباد و زهادden biri واقعانی görüp Melik Muteal sukkana göre muamele etti. Henüz sual edecek. این یه چیزی نوشتین که هپو یا هو sual edecek اگر دادخواه اولان پرزنگ خیر duası olmasaydı birzenin اگر دادخواه olan پیرزنین خیر duası olmasaydı çengal عقاب و عقوبتten خلاص و روز رستخیزin احوال و نکالندن مناس mümkün olmaz idi dedi. خب از اینم بگذاریم بریم صفحه 100. صفحه 100 از حکایت بخونیم. اردشیر بابن ki سلاطین روزگار و پادشاهان کامیاردن bir şah صاحب بگار ایده 3 دانه چاقد پاره‌یه مایه خط و امانی امال خط نورانی ایله کلام سودمند یازدروب خدام خاصه عالی مقامندن birine teslim edip tenbih azim etmişti ki meclis hükümette olduğum zaman nişani تغییر مزاج و تکدر طبع ناسیمده نمایان و اثر خشم رویمده ظاهر و عیان olursa قبل الحکم رقعنın birini bana arz et ve eğer آتش خشم نشسته olmayıp kemakan شغله و فروزان مشغله و فروزان ise ol an رقعه ثانیه ile مددرسان ol eğer müfid olmayıp ihtiyaç olur ise 3. ruk'eyi nazargahim irad edip ruz eden مرض تحور و حدت علاج ایله dedi. خب دیگه حالا بریم صفحه 150. خب دیگه سفر اولالی 7 سالdır ki nefsimin hevesi ve kökülümün arzusu budur ki nan cuden sir ola و bir gün غایله حائله جویدن جو اینجا به معنی گرسنگی bir gün غایله حائله جویدن خلاص بوله bu آنه gelince عدم مساعدeden رنجه و مقهور دست شکنجه‌dür hükema yani çün bu mertebe zahmet ve meşakkat çeker من çekersen ve مزرع فؤادنün نهاد کزه تخم نهادنیزه fuadinin nehadinize tohum za'f melal eker siz diyecek buyurdular eçeger siz diyecek buyurdular ki malik memalik fakr و ضرورت olan acilere muvafıkat ve salik qanaat olan muhtaçlara murafıkat ederim ve خوف ederim ki
bir gece benim vilayetimde bir fakir gurusnelikten dilgir ola ve ben ol şeb sir olmakla روز قیامت سرمشار و ملک جبار ایتابینه گرفتار اولام و کبار مشایختن برینون اندلی به طبعی قحط بهاراده bu قطعه دلزائیله نغمه سرا olmuştur قطعه. حالا این در کجا بوده؟ گفتش که بخارا، در بخارا یه شاعری در مورد این یه شعر گفته که ای کرده شکم سیر از انواع طعام، باد آر از آن گرسنه بی آرام، بار آر از آن گرسنه بی آرام، گرسنه بی آرام. تو شب همه شب به خواب و او ناله کنان، خود کو که چنین دوا بود در اسلام. ترجمه: یاد ایله گرسنه احوالن ای نفایله سیرافلان سیرولان نادان. یاد ایله گرسنه احوالن ای تفایله سیرولان نادان. دار اسلامی ده روا می بو کار، جتسن uykuya جتسن uykuya ol اده فغان. خب اینم یه داستان بریم صفحه 200 رو یه نگاهی بهش بندازیم. کتاب بسیار جالبیه، کتاب اخلاقی بسیار جالبیه. من تا اینجا این رو بیشتر که یک کتاب اخلاقی میبینم. خب حالا باید این کتاب رو بچرخونیم چند بار تا برسه به اینجا. ترجمه: ناگه گلوب باد اجل جسمن درختین تعمدین یا درختین یغمدین. خورشید عمرن گله کوه فنایت چغمدین. ذکر جمیل و اثر جلیل ایفاسنه سعی هزیل اده. سادسن اقتدار و جاهنه مغرور علوب. اعتماد و متکای عزت و شوکته استناد اتمه که چرخ کجرفتار جور و ستمکاری ایله. جور و ستمکاری ایله موصوف و سپهر نابکار ناسازگار جفاجوی و تندخویی ایله مشهور و معروف در. زمان birde ahdname zamanın birde ahdname devleti teyye sicilli gibi durulup sureti fenahuveyda ona umidlik ragami umidun ragami safi ihtiyari ve kamkariye çekilip آثار و شوکت و عزتی ناپایدا olur. بقیهش هم بمونه برای بریم صفحه آخر کتاب. آخر رو خونده بودیم، یادمه که در رابطه با تاریخ و اینا بود، خوندیم. یه صفحه قبلیش رو بخونیم. حالا داریم میرسیم به صفحه یه اینجا این صفحه. Bu üslub üzere riayet edep ettiğim hadut hoş gelip احتمالا هارونه. حالا اینجا کلمه ها یه مقدار قاطی شده، خیلی نه، ولی من اینو مثلا هارونه خوش گلب اگر بو وز این خلافی ایل عمل etmiş olaydın نعمت حیاتیدن محروم قالmak محزوم ایده مختوم ایده احتمالا نعمت حیاتیدن محروم قالmak یخروم ایده. این یخروم نمیشه، مجزوم ایده. دیگه bana 1000 دینار انعام و احسان و رعایت ادایی استحسان etti. ادا بی استحسان etti. Ben dahi
بو ورته هلاکدن خیرله خلاص و قرین نظر لطف و اختصاص oldum. دیگه صدق و اخلاص ile ol مبلغ به تمام تصدق و انعام ettim dedi. Adab nedamade irad olunmuş bir meşhur hikayettir ki padişahlardan birinin hüsn-ü cemal ile maruf sahibi kemal bir hizmetkari var idi. Beyt رخی چنان که خورشید و ماه نتوان گفت، خطی چنان که ز مشک سیاه نتوان گفت. ترجمه: زیبا دخی اویارın خورشید و مهدن اعلا، bir خوب خطی var kim müşk siyahden اعلا. Bir gün padişah ندیم دل آگاهینه etti. Yanımda olan bu cavan âli şanın sureti gayet ziba ve heyeti dilkeş ve ra'nadır. Diyecek bela gayette sahih ve melih, sabih ve melih ve nihayette latif ve zarifdir. Diyor tarif ve tavsif eyledi. Ya sen onu sever misin diyor. Diyecek hayır sevmem dedi. Aslında sual ettikte bir kimse ki padişaha muhabbet ede ben ona meyl ve meveddet ederim. Ama padişah muhabbet ettiğini sevmek benim ne haddimdir dedi. Nedim'in suhani padişaha hoş gelip rütbesin gayrilerden takdim ve enba ihsani ile تعظیم و تکریم eyledi. حالا دیگه از اینجا به بعدش هم خونده بودیم. خب دوستان، امروز با یک کتابی روبرو شدیم که 425 سال پیش نوشته شده بود. ترجمه از یک کتاب عربی هستش که بسیار زیباست، بسیار ادبی نوشته شده. ای کاش اونهایی که فکر میکردن زبان ترکی فقط در شهریار خلاصه میشه یا در در حالا یادم رفت نسیمی خلاصه میشه، اینها بیان ببینن که ما چه کتاب‌های ترکی علمی، تخصصی، سیاسی، حقوقی، دینی، تفسیری، ترجمه، منطق و فلسفه و پزشکی و داروسازی و پزشکی حیوانات اینا داریم و با چه املا و چه کلمات و چه واقعا هر لحظه که این رو میخونم حیف بر این 60 سال عمری که به زبان فارسی در زبان فارسی صرف کردیم و هیچی عایدمون نشد. نه دنیامون آباد شد، نه آخرتمون آباد خواهد شد. منت، شکر خدا، شکر الله که این فرصت رو داد. دوباره من با یک کتاب دیگر ترکی، با یک نویسنده دیگر ترکی، با یک ترجمه دیگر ترکی، با یک کتاب قدیمی خطی چند صد ساله منحصر به فرد تخصصی عمیق اخلاقی، دینی، سیاسی ترکی آشنا شدم. کاش عمری باشه که آدم بتونه این کتاب‌ها رو بخونه. کاش عمری باشه و امکانی باشه که آدم بتونه این کتاب‌ها رو تبدیل بکنه به کتاب‌های تایپی که همه بتونن بخونن. این زبان این کتاب 450 سال 425 سال پیش نوشته شده، ولی انگار که برای امروز نوشته شده. خیلی تفاوت زیادی نداره. جمله بندی ادبی اینا فرق داره، ولی کلمات خیلی امروزیه. اگر توفیق باشه، توفیق الهی شامل حالمون بشه و روز دیگری زنده بمونیم، یک کتاب دیگری رو ورق خواهیم زد و با کتاب تاریخ و با تاریخ تمدن فکری ترک ها آشنا خواهیم شد. تا آن روز به امید دیدار.